سلام دوستان عزیز، اینک ما برنامه اولین خود را پیشکش شما می‌گردانیم. در این برنامه از تاپ خبرهای ورزشی دنیا به شما معلومات می‌دهیم. برای پیشروی کانال ما لایک، پادپیساتیا و کامنتاری را دریغ ندارید. چنانکه که به همه ما معلوم است، ما را در پیش تورنیر UFC 294 انتظار است و محاربه اساسی این تورنیر محاربه بین ورزشگر رستبار اسلام مخاچف و ورزشگر استرالیا الکساندر والکانوفسکی می باشد و اینچنین محاربه هایی که می تواند این تورنیر را جالب و رنگین و دیدنی باب کند، این محاربه بین حمزه چیمایف و کمر عثمان می باشد. در این مسابقه باشگاهی جهانی تورنیر UFC 294 ورزشگران تاجیکی ما نیز مهارت خود را نشان می دهند. امیدواریم که محمد نعیم و معین غفورов می توانند پرچم عزیز ما را در عرصه بین المللی بلند بردارند. اینک ما اولین خبر خود را از مصاحبه اسلام مخاچف درباره جان جونز که او گفته است آغاز میکنیم. در یک از مصاحبه های خود اسلام مخاچف درباره ریتینگ پوند فور پوند UFC صحبت میکند. خبرنگار از او میپرسد که شما درباره این ریتینگ چی نظر دارید و او در پاسخ میگوید که قهرمان باید نوابسته از آن که چند روز باقی مانده است یا که رقیب کی است باید مبارزه برد. آنها به او رقم 1 پوند فور پوند UFC را دادند، اما او در 5 مبارزه آخرش کی را مغلوب کرده است. از ریتینگ پوند فور پوند یگان نام وجود ندارد است، گفته است مخاچف. چمپیون وزنی UFC رقم 1 پوند فور پوند جان جونز در گفته‌های اسلام مخاچف چنین جواب داد: من بگذار اجازه میدم که جوانها یک چند رکوردهای مرا شکنند و به نتیجه های دسترس برسند. من به اسلام جواب نمیگردانم، بگذار با او همه موفقیت ها نایل شوند. بازی بین اسلام مخاچف و الکس والکانوفسکی بگذار شخص بقوت است او غالب شود، گفت جان جونز در یک از مصاحبه‌هایش. و این با همین تمام نشد. سابق قهرمان دو کرته UFC کانور مگریگر با اظهاراتی که مخاچف درباره جان جونز در رده‌بندی بهترین مبارزان UFC نوابسته از وزن یعنی پوند فور پوند نالایق نامید واکنش شدید کرد و او به مخاچف چنین سخنها گفت: این آدمی طبیعی است. وقتی که کودک از کشتواری تولد می شود همین طور می شود. این نتیجه واضح و روشن است، نامیده است ایرلندی در یک از شبکه‌های اجتماعی. و با همین خبرهای امروزه ما به انجام می رسد. دوستان، اگر خواهید که درباره همه خبرهای تاپ ورزش‌های دنیا از جمله MMA فوتبال با خبر شوید، به کانال ما ابونه شوید.